خب درود هموطنای عزیزم، درود دادرکو، خواهرکو، مادرو. امروز 1 سپتامبر، البته روز دانش، روز خوانش و روز علم که من دیرتر خستم، خوابیده موندم. سحر بر وقتتر میکنم، گفته بودم دیر شد. روز علم بگیم با همه دادرکو، خواهرکو، فرزندها بگیم که مبارک باشه. امروز دیدم کودکا چه خیلی خرسند مکتب رفته ایستادن، بازی کنون، لنتاچو بستگی دختر چوده، بچه چو کاستوم بروکچو را پوشیدگی، مردک چشیدگی. بگیم یک چند هم خیلی نوارها پرت افتادن. یا بگیم ویدیوی قد کمتر صحبت کردیم، اما دیدیم که کودکا دستین فشتگی. بسیار یک جالب، بسیار یک جالب. و در خیلی حالت هر یک انسان همون دوره یه مکتبی خیچه باید میاره. بیام رو بگیرم پرتام دفش کنم و افتو باید کم کم خیلی جنج میشم و ای برحال همه قدر چی نیست. یعنی روزای خدامون باید میوه مایده بودیم، سومکه را میگرفتیم میدویدیم. بعد از یک زمان سالای ما شیده موند که سومکه را میپرتفتیم میگرفتیم. برای چی؟ برای که ما دا از خوردی نان یافتن بگیم که مهمتر بود از خوندن. خلاص بعد از او در ما و شما خودتون میدونین یک پروپاگاندا و تا امروز پروپاگاندا بگیم که هست در تاجیکستان ما. ای خونده چی میشه میگه، یعنی که خونده چی میشه میگه، لیلین خون چی شید، مور تیراونو میمبری نخون. یعنی خیلی یک بگیم که یک پروپاگاندا های با ما چی میکنن. خلاص ما را چیکار میکنن؟ از خانوندن بگیم که دیلمون خنک میکنن. البته این چیز هم از حکومت کار کرد میشود تا که در بین کودک ها، تا که در بین مردم همی چیزا راسپرسترانیت کنن. همچه یک پریکول برای نه بگیم، همچه یک انکدوت برای این میکنن. بعد دوستا این چیز در درون کودک ها و جوان ها یعنی که میشینه این چیز. این ها خوندن برای بگیم وظیفه کوشش میکنن که ما بخونم وظیفه میگیرم. و آدمایی که میخونن یگان جا کار کردن نمیتونن. بعد اونا میگن که اینا خوندم، اینا دیپلم، اینا ما یگان جا کار نمیکنم، چی کار کنم ایره؟ گفته بگیم که همه خیل چی میکنن؟ دیگران را دلمانده میکنن. و از آن جمله زمانی بود ما هم همین کار شاید میکردیم، شاید نه انیق میکردیم. ای خوندی چیکو میکنی خونده اینا چیکو کردی؟ بعضا پریکولو هم از در تلویزیون و در تلفن شما میبینید خوند هیچی نشید. نخوندگی آدم بایشیدگی است بگیم. یعنی علم برای بایشوی نیست. من بسیار چیزا برای شما مثال آورده میتونم. علم برای بایشوی نیست. ولی بسیار انسان ها میگن که خیلی مردک خونده شیده میگن. میمردی میگه در وقتش میخوندی. علم برای فهمیدن است. امروزه امام علی رحمان که ما پیشوا و اساسگزار و صلح و وحدت قهرمان و که همون مردم میگن، این سبب نفهمیدنش است.
басавод ё ки бесавод будани ту, яъне ҳамон хондани ту ё нохондани ту бигем, вигит ба диктатор аст. барои чӣ? Барое ки ту намефаҳмӣ ва туро мехезӣ мегӯӣ пешвои муаззами миллати ман. агар ту намебадӣ Тоҷикистон хароб мешид. барои чӣ? Барое ки ту хондагӣ нестӣ, ту намефаҳмӣ ки яъне бе Эмомалӣ Раҳмонам Тоҷикистон мешава, баъди ям мешава. инам хеле сел омадагӣ ори як офат бало биёя бизана авлоди Раҳмонова полни рос аз байн бара, боз як каси дига меоя мешава. ҳеҷ вақти ватан аз байн намерава. ҳеҷ вақт, ҳеҷ вақт. ватана нобуд мекардагӣ одам нобуд мекунад. яъне ки мисли Раҳмонов вари инсону қарздор мекунанд. барои чӣ? Барое ки ино ҳам намефаҳманд дар дунё чӣ гап аст. вақти хитое ки пула дод ё ҳами баъзан гово аст ку дар пешиш чанд қалаф партои мехӯраку раҳмат намега, не намега. и аз ҳамун зоти гово аст. чанд қа партои агар дар пешиш ҳам хитои чанд қа бита, и раҳмат намега, бас намега, бас гуфтани чиза намега. яъне сер кардам, бас, фардо чӣ мешава, инсоне ки фардоша фикр намекунад. яке аз сабабҳои бигем ҳамон одама ҳамин чиш аст, нахондагиш. илм гирифтан ин маъное ки ман ҳозир мехонам миллионер бояд бишам, бояд сумдор бишам, ё ки хондам сумдор нашидам, значит ман нашидам ку сумдор, значит ман бефоида хонда будам, бефоида вақт ман сарф карда будам. гуфтаги чиз аст. Не ки ту дар зиндагӣ одами хуба, одами бада, одами мошенника, одами тура фаҳм кардестай, яъне ин чизҳоро ҳал карда метавонӣ дар мағзи сарат. барои ҳамон ҳеҷ вақт хониша, яъне хондана дар ҳаётотон сели пул кор кардан намонед. пул кор кардан сел намонед. ки ман мехонам ҳозир, ман мерам пул кор мекунам, ман мехонам ман соҳиби пул мешавам. хондан ин фақат ҳамон фаҳмидан аст. пул кор кардан ин дигар чиз аст. дигар чиз. бибинен баъзе ҳамун бари Эмомалӣ Раҳмон будагӣ як калак аст ку ҷавонак аз масчо меган. ҳамун ҷавонака бибинед наме чандта забони дунё қатӣ, чӣ қадар хондагӣ аст, чандта забони дунё қатӣ. яъне арабӣ, англисӣ, франсузӣ, любой забона полиглот аст. ҳамта фраз перевод мекунад ба тоҷикӣ. барбар Эмомалӣ бибинед чӣ вазифа дора онамо, чӣ дора? Эмомалӣ калхоз электрик тамом кардагӣ аст, президент аст, ӯ инсон полиглот аст, барбар Эмомалӣ давида гаштааст. яъне ин нишонаи ӯро наметавад ки ту хондӣ, ту бояд президент шавӣ, ту хондӣ, ту бояд вазир шавӣ, ту хондӣ, ту бояд раис шавӣ. асли хондан фаҳмидан аст. яъне як одам ки як раҳбар мешава, як чӣ мешава, бояд туро бидонӣ. мардуми мо агар ҳамун замоне ки бигем ҳамун мехондана ва мефаҳмидан ки зиндагӣ бе Эмомалӣ мерава, зиндагӣ бигем умуман дигар чиз аст, корои Эмомалиро вақте одам хонд мефаҳмад камтар, бигем ҳоли имрӯз Эмомалиро ҳадиақал ку пешво намегуфтанд. Эмомалиро пешво намегуфтанд. шахсан барои мара бигем чанд намуд раҳе ҳаст ки ба хониш одама мебаранд. ба хониш одама мебаранд, тайёр мекунанд. барои ҳамон ман бисёр одамоеро медонам ки умуман хондагӣ нест, реально хондагӣ нест.
و آدمایی را میدونم که خواندگی هستن استفادهش نمیبرن بگیم که همون خواندگی خیچونه یعنی که چل موندگی نیستن همین یک جورا دارم شب و روز کتاب میخونه گفتم که یهودی است شب و روز کتاب میخونه کار میکنم یک کتاب میخونه اوقات خورده سه کتاب میخونه دویم کتاب میخونه میگم که این قدر تو کتاب خوندی بعضی وقتا میگم اگر دیگر آدم میخوند ولی پرزیدنت یگون کشور یگون ولی امریکا در رفته پرزیدنت میشید میگه خوندن این برای بایشیدن برای پرزیدنت شدن نیست میگه خوندن برای فهمیدن است برای دانستن است میگه وقتی تو که دانستی ترا کسی اپراولیت کردن نمیتونه وقتی تو بدونی ترا هیچ آدم اومده در بالای سر سوار شده ترا فن کرده بگیم متروی هوایی میسازیم متروی زمینی میسازیم گفته نمیتونم ماشین میسازیم برای چی برای که تو خوندی تو میدونی که همین شرایط تاجیکستان زندگی تاجیکستان یا که همون حالتی که ما داریم این سفسطه ها در صف پدد نمیکنه این سفسطه تنها اگر که برای خودنمایی هم کنن ما قرضدار میشیم برای چی برای که خوندگی تو میدونی را یعنی که کلا توجه پیروار ود میکنه یعنی خوندن برای دانستن است برای بایشیدن نیست اگر که تو دانستی تو در اونجا تو میتونی که اینه بد است اینه خوب است پس تو خوبه که انتخاب کردی زندگیت هم خوب میشود در تاجیکستان ما همون فرزند یک کس تماج کار کنه میره فرزند چه دوای تماج بخون اینجا زورای اینجا یعنی با یک مقصد برای چی برای که او از اونجا دزدی کرده ایستاده است او هیچ وقت نمیگه که اویلی که ما چانسم است در همینجا او رشوت اویلی که هم گرفتگی نیست او رشوت دزدیش خاطی میگه که اینجا زور است برای تماج بخون بیا ما خدمت هم جاستم کار دامه درورمد تماج نیده بگیم همینجا کار میکنیم یک کس نالوگ باشه اگر فرزنداش اونا نالوگ خونونده استن برای چی برای که او از نالوگ پولی خوب دزدیده ایستاده است از نالوگی مردم او رشوت اویلیکش قطعی نمیگه اویلیکش 2000 سومون 3000 2500 سومونه چی میگه میگه که آنها بچم تو اینجا زور پول کار میکنی یک بزرگ یک افیر پارتو او از همون درآمدی خودش بچه‌ش هم میگه تا اینجا درآمد میکنی نه بچه تا مکتب بخونون خوب درسش بدن خوب بخونون دوی نصیحت که بچه مکتب بخون وقتی بچه مکتب میونه را خوب خوند او خودش میفهمه اوجا پیرواری ود میکنه که ارتیستیش چی هست بگیم دکترش چی هست نه تماجنی چی هست و این چیزا را او خودش اوجا اتوماتیک بگیم که حل کرده یعنی وقتی یک آدم بچه‌ش میگه که بچه‌م برای فلان جدا بخون بیو من همینجا در نالوگ کردم میمونم بچه‌ش اونجا مکتب میونه را درس خوندگی نیست اون نمیفهمه نمیگه که اوتا اویلی که چانس ما واپشه تمام میخوام و درباره اویلی که پرسم همین سوال نمیتم اوتاش ده یا که بیارم در تماجنی کردم میمونم اویلی که چانس ما ایت میجوشی اویلی که ای دیگه طرف رزق اومده است اویلی که نگاه نکن در تاجیکستان گوناگون ساختارهایی که هستن عموما یگون اویلیک برای اویلیک کردن نمیدروین مثال نه در اروپا آدمو کار میدروین اویلیک نگاه کردن چند اویلیک میتونه میگه میدونین برای چی برای که در اروپا میدونن که اینو دزدی کردن نمیتونن یعنی دزدی نمیکنن جا نیست دزدی به قپانت اگر کپات گفتی همگه با دود کدگیه پول نیروز یعنی در اروپا اولین سوال اویلیک چانسم است یعنی که اویلیک هم میبینم ماهانه چند است اینجا ساعتکی های همه چی ساعت خدیه ساعتی کاری چندی است دای $5 مثال سر شوه $15 $16 $7 $10 $8 $9
مثال اولین چیزی که میپرسن اویلک. در تاجیکستان کدامی برای تماشنی یا یه جا کار کردن در آوردن یا فرزند چه در آوردن اویلیک نگاه میکنه، میگه که اینجا اویلیک اینم تماشنی که اینجا ایستادن اویلیکش یک تا 1000 سومون ای بنزین پولیش نمیشه و اگر ماشینش بخرم. میگه همی چی نه برای چی؟ برای اون که ما همون انسانی که کار میکنه همون انسان هم خوندگی نیست، همون انسان هم نمیدونه سیاه سفید زرد چی است نمیدونه. و همون رشاتش با همون رشات دزدی او در اینگه نالا تو فیلمی که روزاوی یکم پلاسا بگی ما شرطه یکم پلاسا قطره افغان کنم پدرت نالا. او را بچهش مثل همون اوتاش کلان شده به سوا در دزدی در مصلحت اوتا و اکا و دودارو میشینن. من هم شیشتگی هستم در خیلی مصلحت های دوستا و جرام خونه شونده کو فلان روز باری فلانی میویا بخدا قسم فلان روز فلان رودا میاد سمینی من نیست ما گپ زدم موندگیم سمینی ته هست اکا و دودارو تماشنی کار میکنن سمینی ته هست و فلانی قطمه گپ زدم موندگیم خیلی دفعی چی نمیکنه یک خبتش در رو فلان قدر پولا میگیری نه قشبگی و قشمون بعد ما دمیتی. یعنی پالی گذاشتنی تماشنی پالی بیزنس های پالی بیزنس یگان جای دانه است که یک تماشنی بگیم که حق بگذرانه یا که بگیم که وضعیت که دولیا نگیره یگان جا این چیز نیست. یعنی او فرزند در او خیلی اویله کلان میشوه و او فرزند هم خیلی تربیه میکنن تیار میکنن او فرزند هم خیلی برده با در تماشنی کرده میمونن. در جامعه که ما که دیگر نمیخونیم فرزندامون رو نمیخونونیم و فرزندهای ما از این چیزا بخبرتر میمونن بعد چی میگه اینا گرنی زور اینا زور اینا پول داره میدونی اینا تماش دکار میکنه که خونه و در او را ببین. میدونی برای چی؟ برای اون که این فرزندی منت خوندگی نیست نمیفهمه. اگر ای بفهمه فرزندی منت هیچ وقت حواسی او را نمیخوره که خونه او را ببین گفته. برعکس مقابل او میبرویه که جبیا برعکس حکومت تره بود میکنه ایره تفتیش که کی هستی ای کجا گرفته ایستاده است اویلیکش چانس ما است ای بدشیدش در یک تماشنی کار میکنه ای کجا گرفته ایستاده است پولا یا بدشیدی نه در نلاک کار میکنه از کجای پولا گرفته ایستاده است این خونه این در وقتی شما که خوندین همین ژلوتکا برای هضم کردن است علم برای همون هضم کردن حق ناحق است. برای همون هیچ وقت در فرزنداتون این پروپاگاندا را نبرین که خوندی چی میشه سرمونو مردی کار میشه مایل مردی کار شدن بشه مردی کار نه که در همون مردی کاری هم اگر که فهمیش میداشتی و مثال گیریم بچه های ما خودمون وقتی ما رفتیم مردی کاری اگر ما یک علم میداشتیم یک دانش میداشتیم یعنی ما تاجیک در روسیه که نه احوال نمیوردیم. همه اینمی سببش نبودن دانش بود. دانش نداشتیم و اینمی احوال آوردیم چیکار کردیم رسیدیم. اگر ما دانش میداشتیم حاضر هم اروپا آمدگی انسان ها اینا هم دانش ندارن. دانش فوندامنتش دانش است بعد از او دیگه دانش نیست. بعد از او گفتم کنم رنگی تماج نواری میبری بچه تمی خانونی برای کی برای دزدی کنه برای چی برای کی نام کنه نه فوندامنتش دانش است. وقتی که ما اگر دانش میداشتیم ولی در اروپا یکی از همون تاجیکانی که با یک آبرو با یک تجارها با یک انسانهای متحد علم انسان متحد میکنن
امروز نشون بده مرا متحده یک کس نیست. میگه ما را روسیه در امام علی غلام کرد. دعوا میکنیم. بله راست میگه. امام علی شرایط جزیر کرد تا که ما روسیه رویم. نه که در روسیه آبروی خودمون خود ما رزوندیم. امام علی روسیه اومده آبروی ما را نرزوند. بسیار موارد کشورهایی هستند که بسیار کشورها هستند که شهرونداش میروند در دیگر کشورها بگیم که کار و فعالیت میکنن. این همه جا ارمیان آذربایجان در اروپا اومدگی است. اوجه یک آذربایجان آواشنوی بازا تشکیل کردگی است. ولی ما قطعشون کم کم همکاری میکنیم. ارمیانوی که اومدگی هستن همشون، اما آذربایجانوی که اومدگی هستن اما ارمیانو همشون بگیم که همون چیوز یک هستن، گپشون یک تاست. زمین گرفتگی است. در کیم که جو زمین گرفتگی است. من کمتر قطعش گپ زدم. اینجا 100 چند کیلومتر دور ده زمین گرفتگی بوده است. چند قدر گکتر زمین گرفته است. و در اونجا یک جای دیگه ده سکلاد هم گرفته است. اواشنوی بیزنس یعنی زمین ده سبزی، کارتوشکا، کاپوست، ردسکا، پیوز. اوجه بچه اومدگی در اونجا 2 سال شده 3 سال شده است کار کردسته بودین زمین ده. میگیرن جمع میکنن میمونن. تیرامو دا اوجه نرخو جا میشوه. اینجا باز از سکلاد دارن میورن، کماز دارن، کماز دا اینجا بار میکنن میگیرن میورن در اینجا. 4-5 نفر دیگه شیشتگی بگیم تقسیم میکنن، زکاس میکنی میورن با اینجا با آورده در آدرس های گفتگی ده با میورن میتن. یعنی ببینید 3 سال 4 سال شده است. در 3 سال 4 سال مردک اومده است اوجه راه خودش یافته است با همراه دوستانش کار کردست. یعنی اینجا هم امروز پگه دیگرش بیاین با دیگر کار. یعنی شاید همین بیاین همین بیزنسی همین کوریدن کاپوست و سبزی و کارتوشکا و پیاز و همین اواشنوی همین چیزا را شاید رو رشد بتن در اینجا همین چیز بسیار لازم است. واقعا بسیار در کار است در همین. برای چی؟ برای که مغازینو هم ایو کانترکت میکنن قطعی تو با او میبری میسپوری یا خود چون میان اسکلادی تو میگیرن میرون تو اپاکوفکا میکنی یا زکاس میکنن اپاکوفکاشا تو اپاکوفکا میکنی تیار میکنی یا میان ماشینشون میگیرن میرون سبزی کارتوشکا پیوز تو بزرگ نمیشینی نمیفروشی. همه چی است؟ همه علم است. وقتی که آدم که فهمید همین علم که فهمید همین آدم که بخونه از خوردی او کودک مو در فوندامنتش خوندی چی میشه نخوند چرا میره نم روسیه در کار میکنی. نه خوندن ایترا متحد کردن است. یعنی تو متحد میشه یاد میگیری متحدی را اگر که تو بخونی تو خوب و گنده را میتونی فرق کنی. حداقل برای همون بچه‌هاتون کوشش کنین بخونن. ولی ما در باره ایوی که اومدن ارمیان آذربایجان ترک و اومدگی در اروپا ما در باره یک برنامه دیگه سوز دارم. 9 سال میشه 10 سال میشه خدا را شکرش نما توجیکا اومدگیم 10 سال میشه خدا را شکرش ما مردم توجیکستان هر که خدم میشم خدم یگان تک خودتون شیده نمیتونین این رایتون نبرورین. همه جدا دست جمعی میشه. تو اگر دست جمعی نباشی خفه نشه هموطنم خودت یگان چی نمیشه. اگر خودش شیده میتونیست ما شیده بودم. منی که زدم در اروپا خودم باور که کو خودت توقعی شیده نمیتونی. خودت توقع فقط نام ماشینیکی میکنی یا میرای تاکسی کار میکنی میرای داگون پستل یا کراوات میگیرین اونجا خو میرای گفتی همونگا با
دیگه یگان چی نمیشه، بغیر زای یگان چیز دیگه نمیشه. برای امو هموطنوی عزیزم، ما باید هر که خدم شما از سرمون بگیریم. این اولین چیزی که یه همین من اینجا بیشتم گم بود کنم باید برم سویتر بود. ما باید خدم به شما از بین بگیریم. همه هر که خدم به شما همه از نبودن دانش سواد است. باور کنین دوستای عزیزم، یا که در خون است، یا دانش سواد است یا از خون است. من فکر میکنم این از نبودن علم است. پیشتر پدرای ما ایتری نبودن، کمتر متحد بودن. برای همون فرزنداتون کوشش کنین بخونه. حدی اقل اگر مردی کار هم شود سیاه از سفید فرق میکردگی مردی کار میشود. و امروزایی که وقتی ما نخوندیم، وقتی ما در جنگ بود، اولا از یک طرف بسیار جنگ کشتار قتل معلم هم نبوده، و از طرف دیگر بگیم که بعد از اون دیگر گشنگی بود، ما نون میکفتیم. امروز همون شرط شرایطی هست. هیچ وقت فرزند تا بعد مکتب مردی کاری نیاد نک. نیاد نک بچه مکتب بود که میره نمید رسیه در خیلی کار میکن. افسوس میخوردگی جای ما بعد همین وقتای اخیر میدونی چی است؟ پدر فرزند مردی کار میکنه با دستی خودش. خرشو آوردی رسیه، خیلی تاجیکستان در خدمت میبرنش، مایلی آوردیش رسیه، برد آوردی. حدی اقل یگانجا در یک کسب خوب در بخونون، بر بخونون بچه تا نه خیلی که رسیه امروز جزیر شد، میتونستن سالای پیشی کار بکنن. یک خیش تبار دارم نه که کاری زور کرد، رفت رسیه کار کنی، بچه هاش قطعی زنش برد، یگان بچه شکو کار کنی نموند. گفت دیگه ما تاجیکستان پول روی نمیکنیم که مثال در طرفه باشیم. زنش هم قطعیش برد، اونا مجا یک کورتر رسنیمت کردن، کار کرد، بچه هاش خانوند در رسیه. گفت بخونه بچه هم، لطفی بخونینش. حوزی هر سی بچهش بگیم که همون در رسیه کارای زور زور در کار میکنن. که نمیگم در کجا کارای تنج در کار میکنن. برای چی؟ برای که آتاشون او را برد در رسیه خانون. افسوسی من در همین جاست که چی با پدر به دست خودش فرزند خود چه بغلامی میبره. اینمی سوال ما رقم میتن. چی با وقتی که فرزند کمتر رسیه را یاد گرفت که خیلی میگه بچه ما که اینما 10 سالشی در همی رسیه کور کم خیلی نکتم دیگه یاد گرفتی. این دیگه اندره میشنوسی، لشکر میشنوسی، سشکر میشنوسی، اما قطعی شنوست کردم. کور دیگه نمیو کور میواند. اینه پسرد نیکه، اینه پسرد نیکه، اینه همش هم میشنوسی. دیگر بچه هم اینه دیدی اخی کور نمی کورای دیگه تمام. خاک ما مصفه چیدیم که برم خونه در خوب کنم که کور جون نمی کسب خیچ در فرزندش میتونه خیچه میگیره. یعنی اولین چیزی که است بگیم که همی دردناک چیز. میدونیم برای چی؟ برای که فرزند در تاجیکستان هم نخوند. او فرزندی که اومد در همون جا مردی کار او دیگه نمیدونه سیاه رای سفید فرق نمیکنه. دوست تولد چی در فهمیده اومد چشمای محکم قطعی بود در مردی کاری رفت. خلاص برای هم بخونونین هموطنان عزیزم، کوشش کنین فرزنداتون ذوق خوندن بتین. حداقل میگم که همین مردی کار هم شود سیاه رای سفید فرق میکرد اگه مردی کار میشود. اگر فرزندایش ما و شما اگر امروز سخت بخونونیم، اهمیت بتیم در علم تربیهش، او هیچ وقت که رستم پیشوا نمیگه، هیچ وقت امام علی را پیشوا نمیگه. برای چی؟ برای اینکه سیاه رای سفید رو میدونه فرق کنه. او فهمیش داره، در همون زندگیش هم در کار میشود.
همه خوندگی پرزیدنت نمیشه یا همه خوندگی وزیر نمیشه و همه خوندگی انسان دپوتات نمیشه و همه خوندگی انسان رئیس نمیشه. من روز یک جا رفتم میگم یک تاکسی زکاس کردم، یک جا میرفتم میومدم، تاکسی خطی رفتم خدمت مونده شدگی انسانو دیگر دم خطی جورام بودم، تاچینه او جورام تاکسی را زکاس کرد. یا جو باید میریم 120 کیلومتر از اینجا دور است، رفتیم کارا بود کردیم گشت اومدیم هم تاکسی خطی رفتم. به شوخی بسیار آدمی بگیم که نه خیلی گرامتنی آدم است. نو وابسته که تاکسی کار میکنه گند آدمی که گرامتنی خوندگی میفهمه هم خیلی گپ میزنه راحت میکنی در گپش. برای چی؟ برای که او انسان میدونه سیاه رای سفید چی است. انسانی که سیاه رای سفید که فرق کرد او همون یافتگی درآمدش هم میتونه که جور از خود کنه، میدونه چی کار کنه. امروز جوانای ما یکی از سببش میروند اون او روز دیدن یا تاش رفته است بگیم که قنگوی رفته است قپیدنش دهنش چیزای رزینی را پیش کرده است. دیدین سبب چی؟ سبب همین انسان نداره فهمیش. همون انسان اگر خونیش میداشت میخوند او انسان میدونست که نمی چیز جنایت است، گنده است، ممکن نیست آیندهش اگر سعد هم باشه که یکی اگر آیندهش این نطقری است. این نبودنی فوندامنتی علم بدارو خیستون هم جا رفت نامو کارا کرد. فهمیدی؟ یا که دیسکاتیکا ها میروند. برای چی میروند دیسکاتیکا؟ نبودنی سواد است. برای همو پسیخولوگو چیو همو анализ кардаган меган умни люби одиночество, а дураки ҷои талпавоя да меҳа ҳуа боша иёра далбаёбо дӯст медоранд тари ҷора. яъне одамое ки савод надоранд намефаҳманд. ӯ хиёл мекунад ҳаминҷо зур аст барои ӯра. ҳар бега мисол мезана стройка бегаи стройка биромадаги айкор бефара аст. либосош ҳаме пӯша чойша нахӯрда меравад дискотека дар 2 соат 3 соат дар кафе бирава бояд дискотека кунад. сабаб чи? сабаб ҳамон инсон ҳамо дониша надорад. агар камтарак фаҳмиш медошт, дониш медошт, ӯро мехонундин, як одоб ёд мегирифт. илм и одоб аст. илм и одоб аст. агар медонист намерафт ҳамо хел ҷода. намерава ҳамо ҷода. ман бовар кунед ак мактабам хундагӣ нестам дураст. و بگم که جنگ بده جدول بده یکی ما از سیمنه در اومدم مردک باری میگم ما فایشه خونه یکم با رفتگی نیستم رفتگی. یک دو بار همون جای های کافه که در روسیه بود سماره ده وقتی رفته بودیم همون کافه بود پلوش ده یک دو بار همون کافه رفتگیم قسم نمیخورم خیر رفته باشم همون هم بچهای اماکیم و بچهای خش تبارای بیابریم ما بازار ده سودا میکردیم. بعد بازار میومدیم مونداش دیگه میگفتیم چیکار میکنیم سحر خسته بود رفته هوی کردن در کار است با برو را روز کردن در کار بر میا قبول کردن برین شما برین من خو میرم نه بیو براتن بخیر که او کم ترای ما یوشتر نه یه سال نیم سال فرق میکنم بخیر همونو مرا یک چند بار بردگیه با همون وعده ای که بیا میریم براتن شاشلیکت میخریم نامجا دیگه شاشلیک میکنن بیا بریم شاشلیک میخریم با همه شاشلیک خری ادو بر رفتگیم نامجا. عموما من ژلانی نداشتم که کار کنم بعدی کار بخیزم پروست نامجا برام دیسکاتیکا بچه‌ها او رقص بازی دخترا برای چی میگن دختر شیطونه نامجا پری دختره برای دختر میرون. من رفتگی نیستم. داشتم عروس داشتم مالویده گفتی همون گپو ناتاشا پریویت ایو میرفتم طرف میگفتم بیا سغرا رفتن یا سحر میان خدا خواه سحر میان بعد سحر قطعی بعد اماکی میومد هم خو ما خیزوندن ده چی میشد من مخو برو اومده بلد نمیریم برو را قبول کنین شما اوجا اومدگی اینجا اومدگی اماکی باید بسری ما را میومد بخیزین گفتن و اکو توچکو بیزنس اماکی داشتم همون بود ما سوداگر بودیم کار میکردیم. این همی خیلی بود. ما در زندگیم رفتگی نیست ما دوست نمیدارم خیلی جورا این همی جا هستم یک بار در همی جا یک جا رفتگیم یک هم خیلی جای شوم نه
برای یک استرچ بود یک آدم قاطی و میخوردیم او آدم گفت که ما در همون جایم بیو خستم رفتم یک ساعت وارد دیدم و یک لواک داشتیم قطیش گپ زدگی 6 سال شد یک بار یک دیسکوتک یک چیش رفتگی نیست 7 سال میشه 8 سال میشه وای جدایم چه 8 سال 2016 در همین جایم 8 سال میشه 7 سال میشه نرفتم یکم بار نمیرم ما میبینیم همینجا اما این دو و دیگر یا که برای اگر ایدور نگاه کده بشتی همین توجیکایی که اومدگن اینجا میرون کار میکنن روزی درست بعدی کار بعد میان درست دیسکوتک میبینی در همونجا در دیسکوتک قرار دارن اگر برای خیلی نگاه کنی هست برای چی من این گپا میگم برای اینکه همینجا یک همکار ماست اما او دوی میروه بعد میام بعد میگم انده که یک توجیکو را دیدم توجیکو بوده است خیلی سلام علیک کده است پرسیده است از که جایی گفته با فکرم تاجیکستان گفته اگه باشه و میام میگه که توجیکو بودن ای تاجیکستان بودن بچه ها تاجیکستان بودن در دیسکوتک یعنی این همون چیزی است که همون فوندم این که اصلی ندارن امروز میروند تاجیکستان پگه جنگ میشه روز دیگه عرق میخوره روز دیگه چیز دیگه میشه نامی تاجیک شرمنده تمام اوجه یک ده جدا مو سر کرده اگه هستیم این چیزا را اون روز هم یاتش پول گرفته از گرفته از افتش رنگی کالتا کلاس بارین پول گرفته از گرفته از اومده است از کیم که جو اوجه کیدات راز بور اوجه این چیزا را مو درجه سر کرده اگه مول در تیک توک هم یک میدونم یک دیگریش دا استریلکا زده است تا ادرس تا بگو مامی اون تا ادرس تا بگو یک دیگریش دا استریلکا زده است تا ادرس تا بگو مامی اون قطعه گم میزنه این احوال سبب همون انسان ها از مکتب خوندگی نیستن دیگرش خوندگی نیستن دوامشه یو نمیدونن چی گپ است قدر تاجیک چی است یک جا رفتی میگن که یک جا که رفتی یعنی آبروت بدون همه قسال در قزاقستان گشتگی هستم همه قسال در روسیه گشتگی هستم خیلی که روسیه بسیار تلپای بد است سلیشکم تلپای بد نه که هم در قزاقستان گشتم زندگی کردم که در لوبای جا بگیم که افطاریت وطن ما تاجیکستان ما کو جای اول دا موندگی در لوبای جا نه که یک برادر آوردم در همونجا آوردم برابر یک جا کارمون دزدی کرده مرا شرمنده کرد دتین کرد ما در همه جا برای ما میدانم که آبرو دیا بار بریزه آبروی مرد مثل همون بین پای دختر است که یا پرده همو است یا بار بریزه کو یا بار بکف همو هم تمام دیگه دختر شیده نمیتونی یعنی مرده که آبروش یا که وطن تا یا که ملت تا آبروش یا جدا بریزون کو دیگه تو آبرو را واسنوید کرده نمیتونی تمام بلاک بارو کافی دو سیلکا همون خیلی میشه برای همون دوستای عزیزم در هر جایی که هستین ماکسیمال درجه من میبینم یکا خیلی میگردن که خوب همین دو سه توجیگ یا جمع شدن که سر میشه و نمیدونم یه روز را اومده استم با خدا قسم در سویتافورش تو داگیم بارم در تایوتا پریوسی چه اگه من نمیگفتم میگه پاو ولی با بشنوا بعد میگه که نمار را گفت میگه با رکلام میکنه خچه اومده تایوتا پریوسی سیاه استود در درنش سه تا بچه توجیک است ما تلفن ما خیلی کفته استم تنیگو کم خاصه توجیک است تلفن ما خیلی کفته استودم و ما را نگاه کردن دیدن که منم یکی گفتی هم گپا کنوشون دا هم کرمک در اومد خیلی کرد اگه خواستن اگه در مخشون نیشان بتن و که زوران کروتویان گرنیان بگیم تایوتا پریوس سه قطی گشت استن همین سویتافور بهم بیسمیلو که گفتی همون ترشیف که من مکی زرد چیده بود ولی زردم نشده بود من مکی زرد چیده بود همین میجه قمو باور کنین دیگه هم با فکرم هم قنات میدوش گفتی کی میپرید لوکاشنکا اگر قنات میدوش میپرید همه قفاش اومدن گرفتیم اما دیم سویتافور اومد دیم سویتافور سرخه
جخ ترمز شکو تو داد ماشینه درنم بین را ماشینش نتا یک روک تو خورد باور کنین دوست عزیز سه کس در درون شیشتگی یک کس نه تا یک روک تو خورد در بین این طرف ماشینه کو دیگه او شیشتگی کو ترد کردن در شما خیر خب بچه میزنه جون یگون کس میپره میرود او سکورس که او رفته استوده است با ارده در تای سویتافور گفتی همین شلیفاوت کرده استایدم چاره گذاری تو دو اوجه من نزدیک شدم میگم خیلی سویتافور هم سر داد tam gaz acı خیدن سویتافور سیم قپید اکی سویتافور سر میتاو میقپا سویتافور سیم قپید اینای طرف راست میگشت اگر راه اجازت های این سه تا پلاسا محکم های سه پلاسا دا ماشین استودگی هستم تاری اومد ریس کنم گشت طرف سیم پلاسای چوری که دا پلنیتین طرف دستی راست سر میتا بگردی از اون پیش خود اومده استوده سه تا پیش ماشین قطعی از اون طرف پیش خود از این طرف نیست آدمو گذاشته استن پیش خود اون طرف مغازین های پیش مغازین کی طرف همین برومد این طرف میگرده راست رفتن ممکن نیست سویتافور سر خیرمتر گذاشت با هم بارش کو چنگای زمین نمتره خیست ما هم ایستادم ماشینو هم ماشین کو یک دیگرش تا خیلی نگاه کرده کو حیران شدم میگه کی بود میگه ما قدر کفای او ایستادم اگه اینه میقدر چیزی که پروستا در پیش ما خیچونکو زور نشان دادن ده ما گرنیم توجیکو در ایجا کو ککس میتنیم شلیفاوت میکنیم تو میتنیم میپرم سویتافورا سرخ میگذاریم دیده است این نمی قلقه اوز بزنی در همون جا یک آدم یک زنک حامله دار است یک گودک است در درنی ماشین یک اونا پیش خود گودک گذاشته است یا ولاسفیدکه میزنی جانش میبرویه چی میشوه تو زور میشه تو اوزم تره کدی زور شدی در پیش من ما 7 سالگی ماشینای میکنم ما های کنم ماشینا گفتی همون گفت کو دادنش باشی میرینی اگر ما اوتاری های کنم نیکی من در جایی هستم که اینجا قانون قاعده ها داره نه روز دیگه یک جوان ازبکستان ممتری های کرد قهرم کرد قبیدمش یک شپلاق زدم یکنین برای چی؟ برای اینکه تا آبروی تاجیکستان میریزونی این همیشه میخپاند نمیگن بچه فلانی نمیگن تو بچه حسینی نمیگن تو بچه نمیدونم شوالی تاجیک میگن مرم بخپانم خیلی حالت ده نمیگن یک خلقه تاجیک میگن میدونیم برای چی؟ برای که در پاسپورتم تاجیکستان نمیشته تاجیک میگن همه قدر در قزاقستان و در دیگر جا گشتم هیچ کمر نگفته خلق تاجیک میگفتن برای چی؟ برای پاسپورتم در تاجیک نمیشته تاجیکستان نمیشته آبروی وطن بقپین آبروی وطن اولین جوده باید باشه و خودتون حرمت کردن یاد بگیرین هر یک تا هموطن وقتی شما خودتون حرمت کردن یاد گرفتین متحد شدن هم یاد میگیرین برای همون فرزنداتون کوشش کنین که بخونه سیاه و رای سفید فرق کنن وقتی که فرق نکرد اینم خیلی رنگی نمی ما وری یک بگیم یک گروه دیبیل میشوه میگردن میگردن که راسیاویس میگردیم دیگه در دستم لپوت که یک دیگر را کیدت کردن حرمت یک دیگر را ندونستن قدر یک دیگر را ندونستن 4 تنگه پول ده یک دیگر را کشتن کورچه زدن بسر یک دیگر را رکت شیدن اینم خیلی کده میگردیم برای چی؟ برای که ما فهمیش نداریم علم نداریم علم این دانش فهمیش است وقتی که این را نداری یک آدم دیگه ترا میگیره و پراولیتت میکنه فهمیدی برادر برای همه گودک هایی که امروز مکتب رفتن و همه برادرهایی که میخونند و برادرهایی که استودنت شدن خواهرهایی که استودنت شدن همه شما را با این یکم روزی یکم سپتامبر روزی علم شما را تبریک میکنم و
هیچ وقت در پروپاگاندایی که خوندی چی میشه گفتگی نخونی میخونی مردی کار میشه گفتنی گپودا نخون چی فایده داره خوندن ایده برای کار که این چیزا را فراموش کنید همین مردی کار هم باشی اگر یک علم داشته باشی مردی کاری با علم هم کاری خودش علمانه میکنه علم رشاد دیپوتات شدن پرزیدنت شدن وزیر شدن بای رشاد نخونین علم برای آن بگیرین که برای سیاه رای سفید فرق کردن در زندگی فهمیدن حیات فهمیدن علم این حیات شما است اگر امیر نفهمین اگر اینه یک بسواد ممالی علم که نداره پرزیدنت شده است هیچ کار کردن نمیتونه وقتی که شما علم ندارین پرزیدنت هم شوین فهمیش فوندامنت که ندارین هیچ شده نمیتونه هیچ کار بود کردن نمیتونه اینمی دیپوتاتای تاجیکستان اینمی تماجنی و غیره همه اینمی برای شما را معلوم است نمی علم که ندارن نمی احوال داوردن رسوندن غلام باش غلامی با علم باش کو رای خطا میدونی غلام باشو نیکی غلامی که با علم باش علم ای گارانتی میلیونر شوی تو نیست علم ای گارانتی با فهمیش شدنی تو علم برای عقل واسطه کردن بخون نه اینکه برای بایشیدن نه اینکه از این پول کار کردن وقتی فهمیشت باشه خودت میدونی که بعد اوجه آیسته آیسته چه خیلی سرفکرانه و چه خیلی تا زندگی تا بگیم که توغری کنی برای همون این پروپاگاندا رو از بین بگیریم برین پرتوین دور کدامی که میگه و تمام کودکا را فرزندا را بفهمونیم به فرزنداتون که علم برای میلیونر شوی نیست علم برای فهمیدن است غلام باش نیکی غلامی بسواد باش اگر شاه باشی و شاه بسواد استه کرده غلام بسواد بالاتر است برای که او میدونه کاری کردگیشه و تو نمیدونی برای دوستای عزیزم همه استودنت هر انسانایی که امروز خصوصا کودکایی که رفتن صنف یک همتون تبریک میکنم خدا کنه که گپی من به گوش شما برسه تنها یک شیعه را به پیشتون مونین اگر غلام باشه غلامی بسواد باش از آن شاهی بسواد ده انمی شیعه را بمونین بخونین علم بگیرین ایشالله که علم یمون چراغی هست که پیش ترکو روشن میکنه نمون چراغ است انمون چراغ غلام دم در کار است شاه دم در کار است گدا دم در کار است یعنی یک تاریکی ده که برآمدی برای یک چراغ در کار است که پیش تا ببینی علم انمون چراغ زندگیت است او برای غلام هم در کار است برای شاه هم در کار است برای گدا هم در کار است برای همه این چیز در کار است که همون کوچه برآمدی یا شاه هم کوچه ببرویه تاریکی ده مثل گدا هم ببرویه هر کسی که ببرویه یک چراغ رو لازم است که پیش ببینه هم خلاص علم انمو است علم با مقصد میلیونر شوی و پولدار شدن نیست علم چراغ راهیت است این چراغ برای غلام هم در کار است برای طلبنده هم در کار است این فرق نداره هر کس به هنری که داری اینمی چراغ در دست در کار است هر انسانی هستی هر استاتوس داری اگر نمی چراغ در دستت نباشه شاه هم باشی میرای در یگون تاریکی یگون جدا میزنی خطه گدا هم باشی میرای در یگون تاریکی خطه یگون جدا میزنی برای همین علم برای نمو چراغ مثل چراغی که شما را فردا در تاریکی پیشتون روشن میکنه برای همو بگیره نه برای بایشیدن سلامت باشیم بار دیگر روز خونیش مبارک باشه و کوشش کنین پروپاگاندای لیش نیدکو باور نکنین شما را فهم کنن داده نشین گفتم که علم
برای چراغ پیش زندگیتون بگیریم. چراغ شب روشن میکردگی. او چراغ برای شاه هم در کار است، برای گدو هم در کار است. خانه آباد باشه هموطنم. بار دیگر روز دانش مبارک.